سلام رفقای تکنولوژی. کمربندها را ببندین. امروز میخوایم یه داستان دزدی خفن را تعریف کنم. دزدی یه هوش مصنوعی از گوگل. تصور کنین 6 مغز متفکر، هر کدوم با یه مهارت خاص، دارن نقشه یه دزدی بزرگ اطلاعاتی را میکشن. اول، رهبر گروه، مغز متفکر عملیات. اون نقشه اصلی برای نفوذ به قلعه به ظاهر نفوذناپذیر گوگل را داره. بعد، هکر، یه نابغه برنامه نویسی که میتونه از هر فایروالی رد بشه. داره با لپتاپش ور میره و لایه‌های اول امنیتی گوگل را میشکنه. بعدش نفوذی که خودش را به شکل یک کارمند گوگل جا زده. اون اطلاعات داخلی و یک کارت شناسایی جعلی داره. چهارمین عضو، عامل حواس پارتی. آماده است که آشوب به پا کنه و توجه تیم امنیتی را از عملیات اصلی دور کنه. پنجم، استخراج کننده. اونجاست که ترابایت ها اطلاعات را روی یه هارد اکسترنال بریزه در حالی که کسی متوجهش نشه. و بالاخره هنرمند فرار، کسی که فرار بی سر و صدای اونها را تضمین میکنه بدون اینکه ردی از خودش به جا بذاره. حالا تصور کنین این 6 نفر نقشه خود را با دقت جراحی اجرا میکنن. هکر کدهای امنیتی را میشکنه، نفوذی به مناطق ممنوعه دسترسی پیدا میکنه و عامل حواس پارتی آجیر خطر آتش سوزی را به صدا در میاره. در بحبوحه این هرج و مرج، استخراج کننده شروع به دانلود اطلاعات محرمانه میکنه. این یه مسابقه با زمانه. ماموران امنیتی دارن نزدیک میشن. آجیرها به صدا در اومده، اما هنرمند فرار از قبل یه نقشه داره. خیلی خطرناک میشه، اما اونا موفق میشن درست قبل از رسیدن ماموران فرار کنن. و همینطور دزدی هوش مصنوعی از گوگل تموم میشه. یادتون باشه رفقا، این فقط یه داستان خیالیه، اما نشون میده تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده و ما چقدر باید ازش جلوتر باشیم. کنجکاو باشین، به روز باشین و کشف دنیای شگفت انگیز هوش مصنوعی ادامه بدین. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.